شخصیت خود شماست و اصلا که کجا متولد شدید و اختیار دارید. شما شخصیت بسیار بالایی هستید. در این زمینه صحبت میکنیم. بعدم خب دیدگاه شما رو جویا میشیم در مورد مسائل هنری به خصوص که موسیقی تا دوستمون آقای فریدون فخرایی آماده بشه ما چند صحبت کوتاهی با هم داشته باشیم. بله باشه. با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها حضور همه شما بینندگان عزیز و گرامی که برنامه با بزرگان موسیقی رو مشاهده میکنید. امروز توفیق یار ما بوده آمدیم خدمت بانو اهدیه. البته این رو خدمتتون باید بگم بانو اهدیه عزیز ما در واقع مهمان لس آنجلسه ولی میزبان اصلی و کسی که در واقع از دوستان این بانوی گرامی است آقای دکتر شهریاری و بانو شهریاری هستند که در منزل آقای دکتر شهریاری هستیم. آقای دکتر شهریاری همیهنان ارجمند گرامی یکی از شخصیت‌های بزرگ فرهنگی است. این شخصیت بزرگ واقعا خدمت ارزنده‌ای کرده برای همه هنرمندان. بسیاری از شخصیت‌ها رو من یادم در منزل خودشون براشون بزرگداشت گرفتن، از اونها تقدیر کردن و نشریه جامع و وزینی هم که خود ایشون اکرام که منتشر میکردن. همه شما در این زمینه آگاه هستید. در واقع من دو شانس داشتم، هم از نزدیک با دکتر شهریاری و بانو فریبا شهریاری آشنا شدم و همینطور خدمت بانوی هنرمند خانم اهدیه عزیز رسیدم. درود بر شما خانم اهدیه. قربان شما، درود بر شما و بینندگان عزیز. چقدر من واقعا تشکر میکنم که این موقعیت بسیار قشنگ رو به من دادین که در خدمت شما و بقیه همکاران عزیزتون و همینطور بینندگان عزیز باشم. باعث خوشحالی ماست خانم اهدیه گرامی که بعد از سالها ما توانستیم باز در خدمتتون باشیم، یک گفتگوی صمیمانه با هم داشته باشیم. خیلی چون من میدونم خانم اهدیه شما رو واقعا بسیاری از ایرانی ها میشناسن و نسل جوان خوشبختانه به یمن این اینترنت که امروز دیگه جهانی شده دقیقاً میتونیم بگیم که اون دهکده کوچه که میگفتن اینترنت اینو به وجود آورده. بله. با کارهای هنری شما آشنا هستن ولی خب بعضی کارها متاسفانه اونطور که باید و شاید انعکاس پیدا نمیکنه در اینترنت. من این رو بعداً خدمتتون خواهم گفت. امروز میخوایم در واقع گفتگوی صمیمانه داشته باشیم. اصلا مردم شریف ما، نسل جوان ما، اون کسانی که عاشق هنر موسیقی هستن، صدای شما رو دوست دارن، بدونن که اهدیه کیه، اولا که چطور کارشو شروع کرده، چه مراحلی طی کرده. اولی سوال اینه که شما کجا متولد شدید؟ من در تهران. در تهران. البته پدر و مادر من اهل کاشان بودن. بله. ولی قبل از تولد من به تهران کوچ کردن. بله. و من در تهران به دنیا آمدم. بله. شما ببخشید بانو اهدیه چند خواهر برادرید؟ بله
5 خواهر برادر، یعنی 2 تا خواهر هستیم و 3 تا برادر. 3 برادر 2 خواهر. بله که زنده باشن و سلامت. ما هیچ کدومشون که راه شما رو انتخاب نکردن. من یادمه که یکی از برادرای عزیز شما رو یادمه که خیلی بله عاشق موسیقی بودن و البته هر دوشون هم صدای قشنگی داشتن و خیلی همه ما رو تشویق کردن به ادامه کارهای هنری و موسیقی. به هر حال خود من که خب واقعا مدیون زحمات مادر هستم و بعد برادر کوچکتر از من که 2 سال از من کوچکتره، ورقا، اون تمام تحصیلاتش در رشته موسیقی کلاسیک هست و ویولون میزنه و الان هم بهترین ویولونیست ارکستر سمفونیک مادرید هست و خب در خیلی از کارها هم با من همکاری کرده، آهنگای منو تنظیم کرده، مخصوصا همین آلبوم آخری که من درست کردم از ایران میگویم، اکثر ترانه هاشو برادرم ورقا تنظیم کرده برای ارکستر. خب چقدر خوشحالیم که با یک خانواده هنرمند، خانم مهدی اشاره کردن که پدر و مادر ارجمندشون صدای خوشی داشتن، عاشق هنر بودن و برادرشون هم که خب دیگه مشهوره. من چون از ایران یادم اون موقع که نوجوان بود این فعالیت ها رو شاهد بودم. خب خانم مهدی عزیز، شما در چه رشته‌ای درس خوندید؟ من رشته حسابداری، یعنی تحصیلات عالی من در رشته حسابداری هست، ولی خب کلاس‌های آزاد موسیقی ملی ایران رو هم در هنرستان موسیقی ملی با استادی و معلمی آقای علی رهبری من گذروندم برای فراگیری سولفژ، یعنی نوت خوندن و نوشتن، و همینطوری یک کمی هم برای کمک به این کار سولفژ در کلاس‌های آقای اصلانی شرکت کردم برای فرا گرفتن مقدمات پیانو. البته دنباله صحبت قبلی باید بگم که خواهر من هم صدای خیلی قشنگی داشت و در خیلی از آهنگ‌های برنامه کودک با من همراهی میکرد و چند ترانه با من خوند، ولی البته بعداً دیگه ادامه نداد، ازدواج کرد و دیگه خلاصه کار هنریش رو دنبال نکرد. و برادر بزرگ من عطا، اون هم عاشق موسیقیه ولی هیچ رشته هنری انتخاب نکرد و اتفاقا عطا همیشه بعد از همراهی ها و کمک و پشتیبانی های مادر، عطا کسی بود که همیشه با من همه جا می آمد و به اصطلاح حافظ و حامی و پشتیبان من بود. درود بر عطا جان، درود. من خانم مهدی اینم من یادمه اشاره کردید به خواهر گرامیتون، یه برنامه ما داشتیم عطاالله خرم تهیه می‌کرد، اون آلبوم رنگی، من 1-2 کار از ایشون در همون برنامه شنیدم اون زمان. بله می‌فرمایید، ببخشید. بعد برادر کوچکتر من ریاض، اون هم تحصیلاتش در هنرهای زیبا در رشته پیانو بوده و از دانشگاه تهران. البته بعد که اونها هم به اسپانیا آمدن بعد از انقلاب و دیگه برادر کوچیک من دیگه کار پیانو ادامه نداد و رفت دنبال بیزینس، ولی ورقا همچنان در همون کار ویولون باقی مونده. درود بر ورقام و درود بر واقعا خانواده عهدیه. هموطنان عزیز گرامی، اجازه میخوام با خانم مهدی ازش خواهش میکنم که یکی از کارها رو ما ببینیم، بعد گفتگومون پی بگیریم. کدومی که از کار از آلبوم جدید اگر دوست دارید؟ بله حتما یکیش خودتون انتخاب کنید. فکر میکنم برای شروع ترانه خوشا که میرقصی، ترانه شادی هست
با هم ببینیم. بله، خوشا که میرقصی این رو مشاهده میکنید. برمیگردیم دوستان ارجمند، ادامه میدیم گفتگو با بانو اهدیگر. خوشا که خندانی، خوشا که میخوانی، خوشا که میرقصی به سبک ایرانی. دلت بی‌تاب، تنت جوان و ناب، لبت پر از خنده، روانت چون آب. تو شعله‌ای سرکش میان داغی ها، منم که میخوانم میان ساقی ها. خوشا که میرقصی میان داغی ها، خوشا که میخوانم میان ساقی ها. خوشا که بگذشتی ز مرز تلخی ها، نمانده ای در خود چنان که برخی ها. خوشا که میرقصی میان عاشق ها، دل تو هم رنگ دل شقایق ها. خوشا که خندانی، خوشا که میخوانی، خوشا که میرقصی به سبک ایرانی. دلت بی‌تاب، تنت جوان و ناب، لبت پر از خنده، روانه‌ای چون آب. تو شعله‌ای سرکش میان داغی ها، منم که میخوانم میان ساقی ها. خوشا که میرقصی میان داغی ها، خوشا که میخوانم میان ساقی ها. خوشا که بگذشتی ز مرز تلخی ها، نمانده ای در خود چنان که برخی ها. خوشا که میرقصی میان عاشق ها، دل تو هم رنگ دل شقایق ها. تو شعله‌ای سرکش میان داغی ها، منم که میخوانم میان ساقی ها. خوشا که میرقصی میان داغی ها، خوشا که میخوانم میان ساقی ها. خب چقدر زیبا بود، کار جدید نو بود. شعر اینه کی گفت بود بانو اهدی؟ شعر این از آقای میرزا آقا عسکری متخلص به مانی. بله. ایشون از شاعران بسیار عزیز هستند که یک رادیو هم به اسم خودشون دارن در آلمان به نام مانی، رادیو مانی. و شعر این آهنگ از ایشون هست. خب حالا چون خود خانم اهدی اشاره کردن که کوچ کردن، در واقع میتونیم بگیم به اسپانیا، حالا ببینیم که اصلا خانم اهدی عزیز دوستان ارجمند پیش از انقلاب در واقع سفر کرده بود، مستقیم تشریف بردید به اسپانیا؟ بله. به چه منظوری رفته بودید خانم اهدی؟ تحصیلاتتون ادامه بدید یا؟ نه من تحصیلاتم تمام شد، ولی از ایران رفتم به عنوان یک مهاجر بهایی، رفتم به اسپانیا و مقیم اونجا شدم و دیگه بعد از 2 سال
در اونجا ازدواج کردم و صاحب 4 فرزند. راجع به خانواده میخوام صحبت کنید، چون واقعا هموطنان عزیز، کسانی که خانم مهدیه من میدونم خیلی شما رو دوست دارن، خیلی جواب من، چون خود من به خاطر کارم که در واقع هست تو این سالها همواره وقتی با من برخورد میکنن بسیاری از هموطنان ما میگن آقا ما میخوایم بدونیم که این خواننده هنرمند که ما صداش انقدر دوست داریم به دل ما میشینه، میخوام از زندگی خصوصیش هم مطلع بشیم، ببینیم که ازدواج کردن، چند بچه دارن، چند فرزند دارن، علل اصول چگونه فکر میکنن. چه خوب شد شما اشاره کردید به خانواده. عرض کنم که یک پرسشی رو شاید خیلی ها در ذهن داشته باشن. من خانم عطیه این رو در یکی از سایتام دیدم، اشاره شده بود که بانو عطیه وقتی رفته اسپانیا فعالیت‌های هنری نداشته. بعد اشاره کردم به کنسرت اخیر شما، در حالی که من میدونم خب شما همین آلبومی که درست کردید بله. کار تازه تمام 8 تا کار جدید داره. میخوام ببینم که این درسته واقعا در اسپانیا که مقیم بودید کار هنری به اون شدت و حدت در ایران که میدونم نتونستین، علت و عرض کنم که علل این کار رو خودتون چطور ارزیابی میکنید؟ چرا این پرسش مطرح میشه؟ خب اولا که دوستان تا یک حدی حق دارن، برای اینکه من واقعا دیگه از اون به بعد کارهای هنریم خیلی کمتر شد، نه اینکه به طور کلی کنار بذارم، برای اینکه در خیلی از زمینه‌ها من با سازمان‌های غیر دولتی که اهداف خیریه داشتن، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، همراهی می‌کردم در برگزار کردن کنسرت ها و برنامه هایی چه به زبان اسپانیولی و چه به ایرانی و حتی در بعضی موارد مثلا سفر خیلی درازی داشتیم به برزیل که بچه ها همه همراه من بودن و به نفع یک مدرسه‌ای بود که برای بچه های خیابانی در برزیل تأسیس می شد و به هر حال در این زمینه ها خیلی فعالیت های هنری داشتم و گاه گداری هم به لس آنجلس و شهرهایی که مرکز اجتماع هنرمندان ایرانی بود می آمدم و برنامه های اجرا می کردم، ولی خب همونطور که فرمودین خیلی کم بوده و دلیل اون البته همین بودن خانواده و مسئولیت‌های خانواده بود. چون همونطور که گفتم من 4 فرزند داشتم و که 3 تا از اینها دختر بودن و من فکر میکنم خیلی برای یک مادر تربیت بچه ها و فرزندان مهم و شاید بزرگترین مسئولیتیه که داره، مخصوصا دخترها، چون دخترها مادران آینده هستند و اگر این مادر اونطور که باید و شاید تعلیم و تربیت ندیده باشه و به اون مراحل عالی اخلاقی علمی نرسیده باشه، بنابراین نخواهد تونست فرزندی شایسته تحویل اجتماع بده. هر چقدر مادر فهمیده تر، فرهیخته تر و با معلومات تر و از کمالات و فضایل اخلاقی بهره‌مندتر باشه، به همون نسبت بچه های بهتر و انسانتری تحویل اجتماع میده. و این بود که من هم خیلی خیلی سعی میکردم که این واقعا غافل نشم از این مسئولیتی که در قبال بچه ها مخصوصا دخترها دارم. البته شاید که نه، این درست برعکس اون چه هست که الان در مجامع بنیادگرا و متعصب اسلامی هست که ممنوع میکنن، محروم میکنن دخترها و زنها رو از اینکه مراحل موفقیت و تحصیل علم رو طی بکنن. کاملا درسته. دوستان ارجمند گرامی،
نگاه میکنید میشنوید. به هر حال این یک بانوی هنرمندی است که از کودکی با دنیای موسیقی بوده، کارهای جاودانه فراوان داره، یعنی نگاهش به زندگی و ماندگاری خانواده و استواری خانواده اولویت میتونیم اینطور استنباط کنیم برای بانو مهدیه خانواده بوده. و از همه مهمتر اشاره کردم که به خاطر دخترانی که داشته سعی کرده اونطور که خودشون اشاره کردن اینها رو به گونه‌ای تحویل جامعه بده که باعث خوشنودی پدر و مادر بشه و باعث واقعا سربلندی. من تحسین میکنم این دید رو. حالا بینندگان من دریافتن که چرا بعضیا پرسش میکنن بانو مهدیه وقتی در ارشانیا بوده، در اسپانیا زندگی میکرده، هنوزم زندگی میکنه، کار هنریش کمتر از ایران بوده. دلیل عمده‌اش همین است که خودشون اشاره کردن. خب این خیلی مهمه بانو مهدیه. من میدونم همه دوستان ارجمند میدونن شما خودتون یعنی در سن خیلی کم، چند سالتون بود اومدین رادیو؟ به اتفاق مادر برنامه بوده 7-8 سال. بله. خب وقت ببینید در 7 سالگی میاد به یک مرکزی، همیهنان ارجمند رادیو رو باید واقعا یه روزی مفصل صحبت کنیم، انعکاس دهنده واقعا بسیاری از کارهای هنری بود. این رادیو بود که علل اصول در واقع موسیقی و شعر رو برد تو جامعه، برد بین خانواده، علاوه بر اون خبرهایی که میداد، برنامه تفسیری که داشت، ولی نقش رادیو رو در گسترش ادبیات و علل اصول فرهنگ ایران نباید نادیده گرفت. این یه توضیح کوتاهی بود که من دادم. باید حقشناس بود راجع به مدیران و شخصیت‌های پایه‌گذار اون رادیو که در واقعا بالاترین توان خودشون کوشش کردن. نصرت الله معینیان هر کجا هست خداوند بهش سلامتی بده، این مرد بزرگ خدمتگزار بسیار در رادیو خدمت کرد، خدماتش فوق‌العاده ارزنده است. خب عرض کنم که حالا بانو مهدیه دوستان، من میدونم دائما وقتی برنامه رو میبینن چون رسم در این شهر ما میخوان کار بشن، میخوام یکی دیگه از کارا رو انتخاب کنیم بعد توضیح خواهیم داد. من نظر شخصی میگه که یکی از کارهای گلهاییتونه ببینیم. میدونید چرا؟ برای اینکه شما در برنامه گلها ترانه‌هایی که اجرا کردید فوق‌العاده زیباست، مخصوصا با شخصیت‌های بزرگ هنری مثل خالدی، مرحوم خالدی، بله. مثل جواد معروفی که من فوق‌العاده به جواد معروفی ارادت دارم. این بزرگوار علاوه بر این که خودش ملودی‌های زیبای خلق می‌کرد، چقدر آثار دیگران رو برای ارکستر تنظیم کرد که شما از من بهتر می‌دونید. بله. یکی از این کارا رو اگر موافق باشید، آقای معروفی روی اشعار حافظ که از غزل حافظ رو گرفته و چه زیبا ارکستر واقعا این آهنگ رو اجرا کرده. این اون نیست که یکی بشینه با یه ساز تنها بزنه، خواننده هم مثلا این غزل رو بخونه، نه، شما متوجه میشید در اون شرایط چگونه کار میشده. بینندگان ارجمند حتی روی اشعار شعرای بزرگ کلاسیک ما مثل حافظ، مثل مولانا، حتی مثل سعدی. موافقین؟ خواهش میکنم. حتما بشنویم این رو. صدای خانم پژوهش هم خواهید شنود که دکلمه میکنه این ترانه زیبایی که بانو مهدیه در گلها اجرا کرد. بت من مست به بازار برآمد، ناگه بت من مست به بازار برآمد، شور از سر بازار به یک بار برآمد. بس دل که به کوی غم او شاد فرو شد، بس جان که ز عشق رخ او زار برآمد. بت من مست به بازار
غم او خار فرو شد. شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست، وافغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست. بازآی که باز آید عمر شده حافظ، هرچند که ناید باز تیری که بشد از شست. خب دوستان عزیز و گرامی، مشاهده فرمودید بنده عرض کردم که کارهایی که اون موقع واقعا انجام میپذیرفت در رادیو، نمونه بارزش همین یک کار بود که در گلها، البته خانم عطیه در حدود 50 و چند گلها داریم؟ 55 55 گلها
یعنی خواننده‌ای که بتونه در برنامه گلها 55 اثر اجرا کنه، ببینید باید چه ممارستی داشته باشه تا چه اندازه‌ای توانایی داشته باشه. این سخن من نیست خانم مهدی، سخن بزرگان است در مورد شما و واقعا باید مردم بدونن. هر جا صحبت فراگیری میشد اکثرشون میگن آقا ما وقتی با بانو مهدی کار میکنیم راحتیم، ملودی رو یه بار میزنیم میگم ماشاءالله ایشون میگیره بلافاصله در تمرین بعد میبینیم که چه کامل اجرا میکنه. شما رو در این مورد همشون ستایش میکردم، میگم که با استعدادترین هنرمندان ماست. خیلی ممنون. خب حالا خانم مهدی، چون بحث موسیقی شد، بحث هنرمندان ما شد، جواد معروفی، خالدی، همینجوری بریم جلو، اخیراً انشوان روحانی، هر خداوند بهش سلامتی بده که خیلی کارهای زیبا شما با آقای روحانی دارید، آهنگای زیبایی برای شما ساخته. میخوام ببینیم که بانو مهدیه نگاهش علی الاصول به موسیقی ایرانی چگونه است. اگه سوال بشه شما موسیقی ایرانی رو برام تشریح کنید، شما چگونه اینو تشریح میکنید؟ چه نگاهی به این موسیقی دارید؟ آخه خیلی ها میگن موسیقی اصیل ایرانی، بعضی ها میگن موسیقی ملی ایران. میخوام ببینیم که یه کسی که واقعا هموطن سالیان سال تجربه کرده دیگه، با خیلی از شخصیت‌ها کار کرده، آثاری خونده که این آثار جاودانه است، ببینیم نظرش چیه، چگونه ارزیابی میکنید؟ اولا به نظر من موسیقی ایرانی یکی از غنی‌ترین موسیقی‌های دنیاست. برای که ما تمام اینو بدون تعصب عرض می‌کنم. کاش ایرانی نبودم و آشنا بودم با موسیقی ایرانی و اینها رو میگفتم. ما اگه تمام این آثار بزرگان موسیقی غرب رو که میبینیم و میشنویم، همه در دو مایه به اصطلاح ماژور و منور خلاصه شده. یعنی میشه به اصطلاح موسیقی ایرانی خودمون اگه بخوایم ببریم تو موسیقی ایرانی خودمون، میشه ماهور و اصفهان. در این دو فرم موسیقی خلاصه شده. ولی موسیقی ایرانی از 7 دستگاه تشکیل شده، یعنی 7 نوع موسیقی کاملا متفاوت ما داریم که هر کدوم از این دستگاه ها خودشون شامل گوشه ها، مایه ها و به اصطلاح شعبات مختلفی هستند که هر کدومشون واقعا یک حالت و دنیای خاص خودشو داره. بنابراین موسیقی ایرانی از این جهت بسیار بسیار غنی هست و انشاءالله با امید خدا یک روزی اونقدر موسیقی ایرانی پیشرفت داشته باشه و آهنگسازان، تنظیم کنندگان بزرگی در ایران پیدا بشن و حتما هم خواهند شد که تمام این موسیقی ها رو بیارن روی ارکسترهای بزرگ تنظیم بکنن و به مردم دنیا عرضه کنن و مردم دنیا با این موسیقی بسیار غنی و زیبا آشنا بشن. این از یک طرف. از طرف دیگه من موسیقی اصیل ایرانی رو فقط این موسیقی هایی که از یک به اصطلاح موسیقی که الان در رادیو و تلویزیون به عنوان موسیقی اصیل ایرانی عرضه میشه نمیدونم. برای من موسیقی ایرانی شامل موسیقی گیلکی هم هست، شامل موسیقی کردی هم هست، شامل موسیقی آذربایجانی، موسیقی بندری، موسیقی لری. تمام اینها موسیقی ایرانیه و اینها اقوام ایرانی هستن، یعنی فرهنگ ایران اونقدر غنی هست و شامل همه اینها میشه و اینقدر این موسیقی حالا علاوه بر دستگاه‌های مختلف این تنوع و زیبایی رو در بر گرفته و حیفه که ما مثلا در خیلی جاها من شنیدم مثلا موسیقی بندری که موسیقی ایرانی نیست، موسیقی بندری بندرعباس و اهواز و آبادان خاک ایرانه. بنابراین این موسیقی مال ایرانه، یک موسیقی ایرانی هست
و چقدر خوبه که به نظر من، حالا شاید اشتباه میکنم، ولی چقدر خوبه که ما واقعا قدر این فرهنگ غنی ایران رو بدونیم، ارج بگذاریم به این فرهنگ متنوع و زیبا و اقوام ایرانی همه با هم متحد بشن. موسیقی های ایرانی شامل این همه تنوع و گوناگونی و رنگ های زیبا هستن عرضه بشه و به هر حال واقعا قدر این مملکت، قدر فرهنگ زیبا و غنی اون رو بدونیم. فوق‌العاده از این تعریفی بود که از زبان خانم مهدی شما شنودید در تایید فرمایشاتشون باید واقعا این رو عنوان بکنیم. خانم مهدی گرامی حتی بسیاری از شخصیت‌های خود ما از جمله استاد ابوالحسن خان صبا که خب همه رو به استادی دیگه قبول دارن، به هر حال کتاباش در هنرستان تدریس میشه. حتی شما نگاه بکنید این استاد دنبال یک ملودی در شمال، دنبال یه نیی که میشنوه چوپانی میزده، اینو میگیره همشو مینویسه، نوت میکنه. بله. بعد اون دیلمان به وجود میاد که غلام حسین خان بیان میکنه. این بخشی از موسیقی شمال. بله. نگاه میکنیم به کار دیگری که در گلها اجرا شد و معروف موسیقی لوریه که آقای عبدالوهاب شهیدی خدا زنده نگهشون داره، بله. بسیار مطلوب اینو اجرا کرده. این دقیقاً همین دیدگاه شما رو ارزیابی میکنه، نشان میده به ما. ولی خب میدونید خانم مهدی اون شخصیت هایی که واقعاً موسیقی ما رو حفظ کردن، مگر میشود آدم راجع به این هنر صحبت بکنه فراموش کنه نام کلن وزیری رو بیاره؟ این آقای وزیری خیلی زحمت کشید برای موسیقی. میدونید که تنها شخصیتی بود که نوت رو آورد و شاگردانش از جمله مثل زندیات خالقیه. بله. که اینا در کتاب آقای خالقی یک کتابش اختصاص داده به استادش. این شخصیت خانم مهدی شما بهتر از من میدونید چون شما در موسیقی فرمودید، این واژه مطرب رو حذف کرد. یعنی حتی با کسانی که اون موقع خب مبارزه میکردن زیاد خوششون نمیاد، خرافه‌ای که امروز هم رایجون زمانم بوده دیگه، خیلی اینا اذیت و آزار میکردن، ولی این مرد ایستاد تا بالاخره تونست واقعا بقبولانه که موسیقی بخشی از فرهنگ ایرانه، باید این گسترش پیدا کنه و از اونجا بود که هنرستان به وجود اومد، کلاس موسیقی. بعد میرسیم طولانی راجع به بانو قمر بخوایم بگیم چه مراحلی طی کرده و چگونه در اون فضای خرافی این زن برای نخستین بار بر صحنه ظاهر میشه، اونم بدون حجاب. و اینجا که نقش زن رو میگیم، واقعا یک کاری خانم مهدی خونده بینندگان ارجمند به نظر این عقید راجع به یک زن بزرگ تاریخ ما، بانوی واقعا بزرگ، شجاع، دلیر که برای نخستین بار از مساوات حقوق زن و مرد صحبت کرد. علاوه بر اشعار دلنشینی که داره، واسه از زبان خودشون اینو من بشنوم، این ترانه‌ای که برای طاهر خوندی، طاهر قربت. بله. این زن بزرگ واقعا یکی از شخصیت‌ها که نخستین بار این پرچم مساوات رو ایشون به اهتزاز در آورد. بله بله. من اتفاقا در آلبوم جدیدی که درست کردم از ایران میگویم، ترانه‌ای هست راجع به طاهره و که شعرش رو باز این آقای میرزا آقا عسکری مانی ایشون سرودن این شعر رو و بسیار شعر قشنگه و راجع به زندگی طاهره و اونچه که این زن بزرگ در اون موقع اون زمان من میخوندم در تاریخ اون دوره که در اون موقع آقای توفیقی خانم ها زن ها وقتی میخواستن حرف بزنن از پشت در باید انگشت تو دهانشون میکردن که صداشون تغییر بکنه و یک نامحرم صدای اصلی این خانم رو نفهمه. کاملا درسته. حالا دیگه حجاب و اینها دیگه هیچی. و در اون زمان با یک همچین خرافات و موهومات و تعصباتی که وجود داشت، این زن بزرگ این صد رو شکست و حجاب از چهره خودش برگرفت و قدم در راه آزادی و مساوات و برابری گذاشت. و البته که
متاسفانه هنوز هم من میبینم در دنیای حتی غرب، حالا جوامع عقب افتاده و متعصب و اسیر به اصطلاح اون خرافات و اینها به کنار، در همین مجامع غرب هم در خود اسپانیا متاسفانه هنوز برای زنها و مردها رو مساوی نمیدونن و خیلی از نظر اجتماعی به اینها واقعا ظلم و ستم وارد میشه. در حالی که طبق باورهای من زن و مرد مثل دو بال پرنده هستند. هر کدوم از این بال، من فمینیست نیستم، نه کاملا به هیچ درسته، وجه، تشریحتون درسته، ولی زن و مرد مثل دو بال پرنده هستند و اگر هر کدوم از این بالها ضعیف باشه، ناقص باشه، این پرنده نمیتونه پرواز کنه. بنابراین زندگی بشر هم مثل اون پرنده است. اگر نیمی از ساکنین کره زمین که زن هست، نیمی از افراد اجتماع این محروم باشن، ضعیف باشن، این حق و این امتیاز پرواز بهشون داده نشه، خب این اجتماع پرواز نمیکنه، به اوج نمیرسه. بنابراین فقط زمانی مشکلات اجتماع ما برطرف میشه، یعنی یکی از، حالا نمیتونم بگم فقط، ولی یکی از عوامل مهم صلح و وحدت نوع بشر و وحدت عالم انسانی تساوی زن و مرد و بهره‌مند شدن از امتیازات و حقوق انسانی هست، چه از طرف مرد چه از طرف زن. کاملا فرمایش شده، منطقی درسته. بنده اینم اضافه کنم که نظر شخصی من این کشف حجاب که شد در ایران و رضا شاه کبیر انجام داد، شاید الهام بخش رضا شاه واقعا طاهره بوده. بله. یه حقیقتیه، باید آدم قبول بکنه. آقا اگر در دنیای امروز شما نگاه میکنید، همین ایالات متحده آمریکا، همین روز مادری که ما اینجا خب مادران ایرانی هم جشن میگیرن، یک دختر خانوم که عاشق مادرش بوده به نام آنا، اینو پی میگیره، دنبال میکنه، به جلسات متعدد میره، حتی با سناتورها دیدار میکنه، اینقدر فعالیت میکنه تا این جا میندازه تا در سنای آمریکا تصویب میشود که این روز بشه روز مادر. چرا؟ خب ببینید یک زن بوده. الان خانم عطیه اشاره کرد، مگر میشه یک جامعه پیشرفت کنه در زمینه اقتصاد، در زمینه هر چی، پزشکی؟ امروز شما نگاه میکنید زنای ما، دختران ما در همین ایالات متحده آمریکا، همین آولایی که آمده بود میگفتن از حیوان منتقل، یک دختر ایرانی تیم بزرگ کشف ویروسش رو سرپرستی کرد. خب این حالا چون بگیم دختر مثلا آقای ثابتی، خب باشه، چه ارتباطی به پدرش داره؟ این دختر تحصیل کرده، تونسته، رفته عکسش و اسمش تو تایم، روزنامه تایم، برای اینکه کار مهمی انجام داده. واقعا طاهره قبادیانی یکی از شخصیت‌هایی است که به نظر من بسیار کم لطفی شده در مورد این بانوی پیشرو، باید بگیم واقعا. و چقدر شما به جای این کار کردید، این ترانه رو خوندید و واقعا تقدیم به بانوانی که پیرو این راه طاهره قربتیین هستن که بدونن زن و مرد مساویه و اگر هر دو باشن اون جامعه به کمال میرسه. بله البته. غیر از این نخواهد. خب حالا اجازه بدید که همین کار رو بشنویم. ما خودمون دوست داریم. بله حتما. این کسی که دکلر میکنه خود آقای، این برادر من هست، ریاض. آقای زیاد، برادر من ریاض هست، دکلمه میکنه. بله. بشنویم این کار زیبا به نام طاهره. بله. با هم ببینید بینندگان ارجمند مشاهده کنید.
طاهره با عطر خوش زندگی، چهره عیان کرد به تابندگی. ترک حجاب و قفس و بند کرد، شعله فرو ریخت به هر بندگی. پرده فرو گیرم و تابان شوم، تازه شوم، مهر درخشان شوم. با فراق گسترم و بر زمین گستره فصل بهاران شوم. مست سخن بود شرابش نبود، واهمه از شیخ و کتابش نبود. روسری و چادر خود را بسوخت، ماه نیازی به حجابش نبود. بند ز پای سخنش برگشود، روشنی دانش او پرگشود. واژه به واژه سخن از عشق گفت، سر نهان سخنش سرگشود. هر که پلید است ز من میرمد، هر چه دروغ است ز من میخمد. هر که پلید است ز من میرمد، هر چه دروغ است ز من میخمد. طاهرم پاکم و خورشید من از شب تاریک برون میدمد. طاهره آن بانوی هوشیار بود، ماه درخشان شب تار بود. موج سپیده به شب خفتگان، شاعره‌ای بود که بیدار بود. هر خاریم پرده براندازم و رخشان کنم.
کار زیبا رو دوستان عزیز و گرامی دیدید و شنودید. چقدر حق شناسی خوبه، چقدر انسان باید واقعا حق شناس باشه راجع به شخصیت‌های نادر تاریخ ما کم شخصیت نداریم. بانو اهدیه در این زمینه واقعا کار جالبی انجام داده، خسته نباشید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. در اسپانیا که هستید من میدونم خب اونجا تعداد ایرانی کمتره دیگه، خیلی کمتر، ولی یه مقدار مثل که از نظر به اصطلاح فرهنگی نگاه بکنین یه مقداری نزدیک هستن به فرهنگ. البته فرهنگ اسپانیا به هر حال چون 700 سال نزدیک به 700 سال تحت تسلط اعراب بودن و اینها، فرهنگ شرق خیلی در اونجا اثر گذاشته و نفوذ کرده. حتی خیلی از اسمهای تقریبا شرقی هست و مردم هم خیلی به اصطلاح اون خلق و خوی ما ایرانی ها نزدیک هستن و خیلی خونگرم هستن، خیلی مهمان نوازن و کمتر آدم اونجا احساس غربت میکنه. ولی به هر حال خب ولی ایرانی ها خیلی کمن. شاید در 2 تا شهر بزرگ مادرید و بارسلون زیاد تا حدی باشن، ولی نه اونقدر که اونجا پر از رستوران ایرانی باشه و روزنامه ایرانی. اصلا از این چیزا خبری نیست. بله. و موسیقیشون هم دلنشینه. بله خیلی موسیقی اسپانیایی واقعا قشنگه، خیلی قشنگه.